Я вақтои байрақшон оҳанӣ буд. Ира навми хеле материални кардан. Оҳ, ада завукте. Шиша жиде. Их падам чиз леве. Шиш дедоране таёр уже что? Кит последний чиз я кидал. Опущенный флаг. Знамя раздида. Nej, på Bråli så var det kojas, du shishin. Там shishin remote Farida na la karuna la matoshin rasrochi do kön ma khabri bazene kholid zayn la mazladi. Bråli zgada gurey de nabo. Köran bayet golar bachuk lu shish kalam da tashadin bita jara ma bikhuch. سه نفر از کمتر لبه خو دو 30 نفر کار شابوس چند کسه اوجا تقریبا یا 5-6 کسه اینا بارداشته
هلمند را مورد حمله قرار دادند. در پی این حمله نیروهای کماندوی افغان وارد میدان جنگ در شهر لشکرگاه شدند، اما این شهر برای هلمندی ها به یک نقطه ترسناک مبدل شده، چرا که تنها در یک روز جنگ آن هزاران خانواده را آواره کرده است. ډیر بد حالت خلکو خپل د کورونو څخه یو ځل بیا ځای سوي دي او په دغه جګړه لا هم دوام لري. فعلا هم جګړه روانه ده. اینجا هم در کابل بزرگان هلمند جمع شدن و نگران سقوط این ولایت هستند. طالبان پلان لري چې لومړی هلمند سقوط کړي او په دې سره د سیمې د ستراتیژیک اتصال یو مهمه کړي خپل لاس کې واخلي. جنگ د لشکرګاه ښار په ښار کې دی. معین ارشد امنیتی وزارت داخله و معاون ریاست عمومی امنیت ملی از بهر هدایت عملیات برای شکست طالبان به هلمند سفر کردند. بیشتر از 150 نفر اونا تلفات دیدن به شمول 6 تا کماندانای جنگیشون که از پا درآورده شدن و فعلا وضعیت کاملا به کنترل است. هرگز به لشکرګاه سقوط ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکي بریدونه دي. 200 کیلومتر این سوتر از هلمند غزنی است. طالبان پس از اینکه یک پایگاه ارتش در منطقه آرزو در نزدیکی شهر غزنی را سقوط دادند، گوشزد کردند که نماز عید را در شهر غزنی می‌خوانند. هشداری که یک عضو مجلس نمایندگان غزنی آن را نقل قول می‌کند. طالبان بسیار یک بسیج کلان نیرو در غزنی کردند. در اطراف ولسوالی‌ها و کمربندهای امنیتی غزنی یک تعداد زیاد حتی از خارجی ها هم با آنها هستند. طالبان بیش از یک هفته است که جنگ را در بیش از 20 ولایت کشور شدت بخشیدند. جنگی که عصر روز دوشنبه تا دروازه های شهر لشکرگاه در هلمند، شهر قلات در زابل و منطقه آرزو در شهر غزنی رسید. فکر میکنن که میتونن با افزایش خشونت‌ها شهرها و ولسوالی‌ها را از کنترل دولت افغانستان بیرون بسازند. به همین خاطر بیشترین تمرکز خود به خصوص در ولایت هلمند، در ولایت غزنی، در ولایت فرا و حمله بالای شهرها متمرکز ساختند. نیروهای امنیتی تازه گزارش کردند که در جنگ هلمند 22 عضو شبکه القاعده نیز کشته شدند، اما در این میان 10 نظامی هم در نبردهای یک شبانه روز گذشته